روز سه‌شنبه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برای حفظ مقامش تلاش خواهد ورزید. ترامپ خود را همچون آشوبگر سیاسی معرفی کرد که 4 سال پیش اداره‌های دولتی واشنگتن را تکان داده، فعلا قربانی کوشش‌های برکنار نمودنش از سوی حزب دموکرات میباشد. در جمع آمد طرفدارانش در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا ترامپ گفت در انتخابات سال 2020 هم مثل انتخابات سال 2016 هم چون نامزد به اصطلاح بیگانه یا خود اوتسایدر ظهور خواهد کرد. پرزیدنت آمریکا موضوعهای اساسی انتخابات سال 2016 هم را که در آن نامزد دموکرات هیلاری کلینتون را شکست داده بود به یاد آورده و از جمله به ضرورت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به آمریکا تاکید کرد. فعلا نزدیک به 20 داوطلب از حزب دموکرات برای اشغال مقام نامزد رسمی این گروه سیاسی در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2020 تلاش دارند و بر پایه نظرخواهی‌ها در مقایسه با ترامپ در ایالت‌هایشان از پشتیبانی بیشتر رای دهندگان برخوردار می‌باشند.